بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. سوره مبارکه بقره بزرگترین سوره کلام الله مجید هست و دومین سوره قرآن کریم. در فضایل این سوره روایت و احادیث بسیار فراوانی وارد شده و از اون سوره هایی هست که در این سوره آیات بسیار عظیمی وجود داره، من جمله آیه 255 این سوره که به اسم آیت الکرسی مشهور است و به عنوان عظیمترین آیه کلام الله مجید ازش یاد میشه. 5 آیه اول، 2 آیه آخر در این سوره هم بیشتر مورد اهتمام هست، علل خصوص آیات آخر، 2 آیه آخر و خود آیت الکرسی که ذکرش گذشت. این 2 آیه 3 آیه میشه، 255 و 285 و 286 از این سوره برای دفع سحر و برای در امان ماندن از شر شیاطین بسیار کارسازه. الله تعالی فرمود در خانه‌ای که سوره بقره خوانده بشه شیطان از آن خانه می‌گریزد. و روایت دیگری باز بی ارتباط نیست با آیه اول این سوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که هر کسی که یک حرف از قرآن کریم رو تلاوت بکنه برای اون 10 نیکی نوشته خواهد شد. و من نمیگویم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف است و لام یک حرف است و میم یک حرف است. یعنی کسی که فقط بگه الف لام میم 30 تا نیکی برای اون نوشته میشه و این نیکی ها چه بسا که یکی از این نیکی ها در روز قیامت سرنوشت اون دنیای ما رو تغییر بده. با شما شروع میکنیم سوره مبارکه بقره رو و در سوره مبارکه بقره روی بسم الله الرحمن الرحیمش اعوذ بالله رو که در برنامه گذاشتم گفتم نمی نویسن، اما مستحب هست و برخی حتی واجب میدونن که در ابتدای تلاوت اعوذ بالله گفته بشه، به خاطر حکم آیه قرآن کریم هست، دستور الله متعال هست. اما روی بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره ها گفته میشه، غالبا مستحب هست. در ابتدای سوره مبارکه هم بحث روی این هست که اختلافی بین فقها که آیه سوره حمد هست یا نیست، اما روی بسم الله الرحمن الرحیم در سوره های دیگر زیاد بحثی نیست. تصویر صفحه اول سوره مبارکه بقره رو با هم دیگه ببینیم و شروع بکنیم چند آیه اول رو با همراه شما عزیزان تطبیقی پیش بریم. در تصویری که پیش رو دارید شما عزیزان میبینیم که ما در این تصویر بسم الله الرحمن الرحیم رو داریم. بسم الله الرحمن الرحیم در این قسمت ما بسم الله الرحمن الرحیم رو در برنامه گذشته گفتیم که چگونه خونده میشه و فقط به همین خواندنش اکتفا میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما در ابتدای این سوره ما یک آیه داریم. این آیه در سوره های دیگری از قرآن کریم هم شبیه این تکرار میشه. در سوره های دیگری هم ما شبیه این کلمات رو داریم، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، ها میم کاف ها یا عین صاد در سوره مبارکه مریم، طاها در ابتدای سوره طاها، یاسین در ابتدای سوره یاسین، قاف، نون. این تعابیر، این کلمات یا حامیم در 7 تا سوره که با حامیم شروع میشه به اسم حوامیم سبع مشهوره، اینها به اسم حروف مقطعه مشهورن، حروف مقطعه با قاف و تا و عین، مقطعه. حروف مقطعه به این خاطر به اینها حروف مقطعه گفته میشه که اینها قطعه خونده میشن، اینها قطعه خونده میشن. و اگر به خاطر داشته باشید در اولین برنامه‌ای که به همراه شما عزیزان داشتیم، اولین برنامه قواعد روحانی، در معرفی الفبای عربی گفتیم که 28 حرف هر کدوم برای خودشون یک اسم دارن. مثلا الف رو ما ا میخونیم اگه فتحه داشته باشه، اما اسمش الف هست. اون چیزی که ما ب میخونیم یا ب یا بو میخونیم یا حالا ساکن باشه تشدید داشته باشه شکل مختلف، اسمش با هست، مثلا تا، ثا، جا. و گفتم اگر به خاطر داشته باشید که اینها رو ما نیاز داریم در خواندن حروف مقطعه. این حروف یک بار دیگه با هم ببینیم این آیه رو. این حروف رو، این آیه اول الف لام میم رو که میبینید، این حروف چطور خونده میشن؟ این حروف هر کدوم به تنهایی خونده میشن. این الف به تنهایی خونده میشه، این لام به تنهایی خونده میشه، این میم به تنهایی خونده میشه. ما اینجا یک الف داریم، یک لام داریم، یک میم داریم که روی هیچ کدوم از این 3 تا
از اون علائم حرکتی فتح، کسر، ضمه یا آ یا ای یا او یا ساکن حتی وجود نداره. فقط یک 2 تا مد اینجا داریم، روی لام یک مد داریم، این علامت مد رو این بالا داریم و یک علامت مدی رو ما اینجا روی میم داریم. دیگه علامت دیگه روی این حروف ما نداریم. اینا رو اینگونه نمیخونیم که بگیم علم. اولا که این الف هیچ حرکتی از خودش نداره، این که نخونیم هم نه. این یه قاعده استثناء است، فقط برای اینهاست و تعدادشون هم اندکه، در ابتدای همین سوره هم نیستن و اینها اینگونه خونده میشن که الف به تنهایی خونده میشه، لام به تنهایی خونده میشه، میم به تنهایی. چطور؟ این اینجوری میخونیم الف لام، چون مد داره همون اسمش رو میکشیم. الف لام میم، لام میم، این اسمش الفه، اینم اسمش لامه، اینم اسمش میمه. همون اسمهای هر کدوم از این حرف ها رو میگیریم در هنگام تلاوتشون. نمیخونیم علم، به خودمون حرکت فتحی به این بدیم بخونیم علم، نه، چون نه این فتحه داره نه این فتحه داره نه این ساکنه که اینجوری خونده بشه. و اینها به همین خاطر بهش میگیم حروف مقطعه، چون که قطعه خونده میشن، قطعه خونده میشن. این به این شکل خونده میشه الف لام میم. این مدش به خاطر مد میکشیم، هر کدوم رو 3 تا مد میکشیم، یعنی به اندازه بستن 3 تا انگشت در حالت عادی. این پس آیه اول اینگونه خونده میشه که الف تنها، لام تنها، میم تنها. این قاعده فقط برای همچین مواردی هست، فقط برای همچین مواردی، الف لام میم یا الف لام را یا الف لام میم صاد در ابتدای اعراف، یا حامیم یا یاسین یا کاف ها یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف. اینها نمونه هایی هستن که ما در سوره مختلف داریم و به این شکل خونده میشن. اینا رو میگیم حروف مقطعه. در ترجمه و تفسیر اینها هم بین مفسرین و بین اهل تفسیر بسیار قیل و قال هایی هست و صحیح ترین قول و راجح ترین قول این هست که الله و رسول اعلم بمراده. الله و رسول بهتر میدونن که مراد از این کلمه چه بوده است. اما مفسرین قول متفق علیه ندارن در ترجمه این کلمات و از اجاز قرآن کریم هست که به هر حال از همون کلماتی است و از همون حروفی است که ادبیات عرب تشکیل شده، اما به هر حال خیلی‌ها در ترجمهش نمیدونن که چی میشه. تلفظ اینها اینگونه میشه. حالا ما چون بحث ما تفسیر نیست زیاد به این موارد نمیپردازیم، تلفظش و تلاوتش اینگونه میشه که الف لام میم. لام رو میکشیم به خاطر اینکه مد داره و میم رو هم میکشیم به خاطر اینکه مد داره، میشه الف لام میم. این از آیه اول. بریم آیه دوم. آیه دوم ذال، حرف ذال فتحه داره، بعد از فتحه الف اومده. این الف کوتاهی که اینجا میبینید، این سبب میشه که چجور خونده بشه؟ این ذا خونده میشه، فتحه بعدش الف بیاد. گفتیم هر جا که فتحه بعدش الف بیاد، حالا به هر شکلی که نوشته بشه این الف، اون حرفی که فتحه روی اون قرار گرفته، این حرف یک الف، یک صدای آ میگیره، میشه ذ. خب این ل، لام کسره داره، کاف هم فتحه داره، چی میشه؟ ذالک تا اینجا، ذالک. این الف روش یک صاد کوچک است، الف وصله، در هنگام وصل قبل و ما بعد خونده نمیشه. این لام ساکن نیاز به حرکت ما قبل خودش داره، همیشه ساکن نیاز به حرکت ما قبل خودش داره. به همین خاطر ما این کاف رو میچسبونیم به لام، چون این الف که خودش حرکتی نداره در هنگام وصل خونده نمیشه. میشه چی؟ میشه ذالکل. لام حرکت نکنه، ذالکل، کله نشه، ذالکل. خب کی تا، باز اینجا مثل این زال که بعد از فتحه الف اومده بود، اینجا بعد از فتحه تا الف اومده، اینجا میشه تا، نمیشه تا، میشه تابو، کتابو، ذالکل کتابو. خب بعد از حرف بعدی لام فتحه داره، بعد از فتحه الف اومده، این الفه مثل اینجا. حالا این شکل الف فرق میکرد، اینجا یک الف کوتاه نوشته شده بود، اینجا یک الف بلند نوشته شده، همون قاعده است. بعد از فتحه الف اومد. اینجا هم لا
صدای آ میگیره، ل نمیشه، میشه ل، میشه ل. ذلك الكتاب لا. تا اینجا این یا نیاز به حرکت ماقبل داره چون ساکنه. رای، رای همیشه ساکن رو با حرکت ماقبلش میخونیم. رای، این ر میچسبه بیا. رای ب، لا ریب، لا ریب. ف کسره داره، بعد از کسره یا اومده، بعد از کسره یا اومده. هر وقت بعد از کسره یا بیاد اون صدای ای میده، مثل الف که قبلش هر وقت بعد از فتح الف بیاد صدای آ میده، بعد از کسره ای بیاد صدای ای میده و بعد از ضمه او بیاد صدای او میده. فی، فی، ه کسره ه، هی نشه ه. ببینید این دوتا با هم فرقشون چیه؟ این کسره بعدش یا اومده میشه ای، اما این کسره چون بعدش هیچ یایی نیومده ای نمیشه دیگه، میشه فی ه، نمیشه فی هی. فی هی نمیشه، فی ه، فی ه. اگر ادامه بدیم، اگر بایستیم اینجا چی میشه؟ حالا باز میرسیم بهش. اول بخونیم بعد این علامت های این سه تا نقطه رو من توضیح میدم که چی است. ذلك الكتاب لا ریب فیه. تا اینجا اگر وایستیم چی میشه؟ لا ریب فیه، فیه ساکن میشه. گفتم همیشه در هنگام وقف کردن حرف آخر ساکن میشه. حرف آخر همیشه، حرف آخر در هنگام وقف ساکن میشه. هر جا که شما بخواید وایستید حرف آخر ساکن میشه. خب حالا این در هنگام وقف میشه فیه، اگه ادامه بدیم فیه میشه. بعدی ه ضمه داره میشه هو. دال تنوین ان داره، این دوتا هدن، 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 درسته؟ این تنوین ان بود دیگه، هدن. گفتیم تنوین همیشه این دال یک بار فتحه داره، این یک بار فتحه خودش هده. این فتحه دومی که روی این فتحه اول قرار میگیره که تنوین رو تشکیل داده، نمان بیانگر یک نون هست، این یک صدای نون باید اضافه بشه بهش، میشه هدن. قبلا گفتیم که یک نونی بوده هست شده به جاش این نوشته شده به خاطر زیبایی به کلام و به خاطر تخفیف، بس به همین خاطر همیشه وقتی تنوین میبینیم صدای نون باید بیاد. هدن، هدن. این یا هیچ حرکتی از خودش نداره، این یا هیچ حرکتی از خودش نداره، از اون یاهایی هست که خونده نمیشه، نوشته میشه، خونده نمیشه. ما گفتیم 4 حرف واو، الف، لام و یا که سر هم نوشته بشه میشه والی. این 4 حرف اگر هیچ حرکتی نداشته باشن خونده نمیشن. اینجا این یا خونده نمیشه. بریم بعدش. تا اینجا شد هدن، هدن. خب این لام، لام تشدید داره، این لام تشدید داره و گفتیم اگر به خاطر داشته باشید در موضوع تشدید گفتیم که هر جا تشدیدی بود یک بار این حرفی که تشدید روش هست به کمک حرکت ما قبل خونده میشه و یک بار به تنهایی با اون حرکتی که خودش داره. اینجا یک بار باید به کمک حرکت ما قبل خونده باشه، یک بارم لام به حرکت کسره خونده میشه بار دوم. بار اول نیاز به حرکت ما قبل داره. ببینیم حرکت ما قبل چی است. ما قبلش یا که حرکت نداشت. این دال، دال حرکتش چی است؟ حرکتش تنوین هست. خب حرکتش تنوین هست. اینجا این لام، این لام همون یک قاعده اینجا اجرا شده به اسم قاعده ادغام که در مباحث تجوید ما بهش ان شاء الله میپردازیم. اینجا اون نون دوم در اصل اون نون دومی که اینجا بوده هر وقت بعد از نون ساکن، بعد از نون ساکن یا تنوین، تنوین یک نون ساکنه دیگه، یه قاعده کلی است به اسم قاعده ادغام در عربی. هر وقت بعد از تنوین، حالا هر سه نوع تنوین هر کدوم که باشه، یا بعد از تنوین یا نون ساکن یکی از حروف یرمنون بیاد، ی، را، میم، لام، واو، نون که سر هم نوشته بشه میشه یرملون که لام یکی از اونها هست، اون نون تبدیل میشه به حرف ما بعدش، اینجا تبدیل شده به لام دیگه. به خاطر همین این نون این نونی که در این تنوین هست خونده نمیشه. چطور میشه؟ اینو نمیگیم هدن، هدن للمتقین. اینجا چون تشدید داره اینجا ما اینو مستقیم دال رو میچسبونیم به این لام. هدن للمتقین نمیگیم. چیکار میکنیم؟ میگیم هدل، دل. این دا فتحه دال میچسبه به لام. دل، هدل، هدل لل، هدل لل.
این تنوین کلا اینجا حذف شده، این تنوین کلا اینجا حذف میشه. بعضی وقتا شاید این تشدید گذاشته نشه، بعضی وقتا در بعضی از مصاحف شاید این تشدید رو نگذارن، این تشدید گذاشته نشه و بگذارن که قاعده رو به حساب اینکه خود شخص قاعده رو اجرا بکنه این تشدید گذاشته نشه. اما عثمان طاهی این رو نوشته، این تشدید رو اینجا گذاشته تا نشون بده که اینجا قاعده ادغام صورت میگیره، یعنی چون بعد از تنوین لام اومده خود به خود تنوین هست میشه، این فتحه خونده میشه فقط به همراه لام. چطور شد تا اینجا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى دوباره لام دوم ساکنه به کمک مقب خونده میشه، مو تا اینجا مو، این تشدید داره، تشدید داره، نیاز به حرکت مقبل داره. قی نه قی، چون بعد از کسر یا آمده میشه قی. للمتقین اگر ادامه بدیم میشه للمتقین، اگر ادامه ندیم چی میشه؟ این نون آخر ساکن میشه. همیشه در آخر آیات یا آخرین کلمه ای که تلاوت میکنیم باید اون رو ساکن بخونیم، این رو این گونه میخونیم تا اینجا میشه چی؟ هدى للمتقین اگر بسلش کنیم. اگه بایستیم هدى للمتقین، هدى للمتقین. یک بار دیگه این آیه رو بخونیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. خب این علامت ها چیه؟ این سه تا، این دو تا سه نقطه ای، این سه نقطه ها اینا علائم وقفن. این سه نقطه ای که اینجا میبینید با این سه نقطه ای که اینجا میبینید اینها علائم وقفن. بعضی جاها شما این رو میبینید. این به چه معناست؟ هر جا شما همچین علامت هایی دیدید غالبا هم همینجوری دو تا میان، سه تا نقطه یک طرف میاد، سه تا نقطه حالا جلوترش سه نقطه بعد روی کلمه دیگه قرار میگیره. این معناش اینه که شما در یکی از این موارد میتونید وقف کنید، یکیشون رو فقط از اینا یکیشون رو انتخاب کنید، یا روی کلمه ریب شما وایستید یا روی کلمه فیه وایستید. روی هر دوتا نمیشه وایست. چطور؟ مثلا من میخوام الان روی این کلمه اولی وایستم، اینجوری میخونم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. این از لحاظ معنایی این به خاطر اینکه مرتبط به معناست. ما اگر اینجا روی کلمه اولی که ریب هست وایستیم معنا متفاوت میشه، یعنی در مفهوم کلی باز یک چیز است اما برداشت دیگه ای میشه از آیه. اگر اینجا وایستیم باز این کلمه فیهی برمیگرده به قبلش، اگر روی اولی وایستیم فیهی مرتبط میشه به جمله بعد، اگر روی فیهی وایستیم فیهی بس میشه به جمله اول. خب اگر اینجا وایستادیم میشه ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. اما اگر اینجا وایستیم چی میشه؟ روی این وایستیم دیگه، نباید اینجا وایستیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. معنی چی میشه تو هر دو حالت؟ ذالک معنی آن هست اما اینجا معنی این میاد. اینجا ضمیر اشاره دوره، وقتی که به خاطر عظمت شأن یک چیزی که نزدیک هست بخوان عظمت شأنش رو بالا ببرن ضمیر اشاره دور براش استفاده میکنن. این کتاب، اینجا ذالک معنی آن کتاب نمیشه، معنی این کتاب است، به خاطر عظمت شأن کتاب بشه ضمیر دور استفاده شد. این کتاب یعنی قرآن لا ریب، این لا ریب بدون شک، هیچ شکی درش نیست. اینجوری میشه اگه اینجا وایست فیه هدى للمتقین، در این کتاب هدایتی است برای متقیان. این اگر روی کلمه ریب وایستیم ترجمه اینجوری میشه این کتاب هیچ شکی درش نیست، در این کتاب هدایتی برای متقیان است. اما اگر روی فیهی وایستیم فیهی باز جمله قبلی ترجمه میشه این کتاب هیچ شکی در اون نیست، فیهی در اون نیست، هدایتی برای متقیان است. این در کل مفهوم یک چیزه اما لحاظ معنایی این علامه وقف است و میتونید
هر جا که از این 3 نقطه ها دیدید روی یکی از اینا میتونید وایستید. البته هیچ الزامی هم نیست که وایستید حتما، نه، میتونید اصلا گذر بکنید، اصلا روی هیچ کدوم نایستید، روی هیچ کدوم میتونید نایستید. 3 حالت داره این 3 نقطه یا 3 حالت داره. یا اینکه گذر میکنید، حالت اول اصلا به اینو توجه نمیکنید. حالت دوم چیه؟ یکی از اولی رو انتخاب کنید، دومی رو بیخیال شید. حالت سوم اینه که دومی رو انتخاب کنید، اولی رو بیخیال شید. بخاطر همین 3 نقطه اینجا گذاشتن تا این 3 حالت نماینگر 3 حالت بشه. بگذاریم بریم آیه بعدی. آیه بعدی، اول این آیه ما الان الف وصل رو داریم و گفتیم که الف وصل در ابتدای آیه نیاز به حرکت داره. چه حرکتی بهش میدیم؟ بعدش رو نگاه میکنیم. اگر لام بود همیشه بهش فتحه میدیم. اینجا بعدش لام هست، به این همیشه فتحه میدیم. اینجا چی میشه؟ لام خودش نیاز داره تشدید به حرکت ما قبل، اینم که حرکت نداره بهش حرکت میدیم، حرکت فتحه، چون بعدش لام اومده. یک بار لام بر کمک ما قبل خونده میشه. ال تا اینجا. ذال کسره داره، بعدش یا اومده، کسره بعدش یا صدای ای میده، ذی میشه. الذی نه الذین. خب یا ضمه داره، بعدش یک همزه اومده که روش ساکن هست. من یادتون باشه درس آخر گفتیم که همزه که روش ساکن باشه، اینجا این واو خونده نمیشه، این واو همزه خونده میشه، نه واو. اینجا این همزه خونده میشه، این واو اینجا هیچ نقشی نداره، همزه خونده میشه. همزه ساکن چی میشه؟ یو تا اینجا. نون ضمه دار، ضمه بعدش واو اومده، صدای او تشکیل میشه، نون با صدای او خونده میشه. یؤمنون الذین یؤمنون. خب اینجا ب کسره داره، این الف صاد داره، الف وصله، در هنگام وصل به لام خونده نمیشه. این الان هیچ وقت خونده نمیشه چون بعدش قبل و بعدش به هم وصل میشه. لام در کلمه، در این حرف، این لام اینجا ساکن است، نیاز به حرکت ما قبل داره. این که حرکت نداره از کسره این کمک میگیریم بیل. اینجا غ فتحه داره، یا ساکنه، یا نیاز به حرکت ما قبل داره. بالغیب الذین یؤمنون بالغیب. اگر ادامه بدیم میشه بالغیب. اگر اینجا احیانا کسی خواست به ایسته وقف بکنه دیگه نمیشه بالغیب، میشه بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب. اما اینجا چون علامت وقفی نداره، سعی کنید عزیزانی که ترجمه مسلط نیستید سعی بکنید که اگر ترجمه آیه رو نمیدونید، جاهایی که علامت وقف نداره وای نستید. جاهایی که علامت‌های وقف نداره این نایستید. حالا علامت‌های وقف میاد، معرفی آشنا میشیم با همشون. یکی از علامت‌های وقف این 3 نقطه بود که خیلی کم البته در قرآن کریم ما از این 3 نقطه داریم به نسبت علائم دیگر وقف. اما عزیزانی که با ترجمه آشنا هستن حتما میدونن که اصل قاعده کلی در وقف کامل شدن یک معنا و مفهوم هست، برداشت درست از یک آیه. اما عزیزانی که ترجمه بلد نیستن و نمیدونن که کجا ترجمه کامل میشه و تعبیر کامل میشه، به علائم وقف دقت کنید. علائم وقف فقط به خاطر این است که یک جایی که کامل میشه ترجمه همونجا بیسته آدم، و احیانا اگر جای نفستون کم اومد 1-2 تا کلمه قبلش رو دوباره بچسبونید و برگردید از اول. نمیخواد کل آیه رو از اول بخونید، از چند کلمه قبل دوباره شروع بکنید بخوندن. برگردیم سراغ این آیه. الذين يؤمنون بالغیب تا اینجا. و قی کسره بعدش یا اومد، قی صدای ای میده. مو اینجا ضمه بعدش واو اومده، صدای او میده. کسره بعدش یا صدای ای، ضمه بعدش واو صدای او. و یقیمون خب الف این خونده نمیشه در هنگام وصل. لام هم هیچ حرکتی نداره، خونده نمیشه. گفتیم 4 حرف واو الف لام یا همون حروف والی اگر هیچ حرکتی نداشته باشن خونده نمیشن. لام یکی از اون 4 حرف. صاد تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره. آخرین حرکت ما قبل نونه.
حرکت فتحی نونه، یک بار با صاد با نون خونده میشه فتحی نون، یک بار تنها. و یقیمون الصلاة یه بار با این، یه بار تنها خودش. این لام فتحه داره بعدش الف اومده، لام بعد فتحه بعدش الف میشه آ، فتحه بعدش الف صدای آ میده. سال ت. این هی دو چشمی که روش دو تا نقطه است، این تا بهش میگن تای تانیث و این ت خونده میشه. این ت هست، این هی نخونید، ت هست، اما در هنگام وقف ه خونده میشه. در هنگام حرکت ت خونده میشه، این دو نقطه روش خونده میشه. در هنگام وقف هم حرکتش خونده نمیشه، همین دو نقطه در نظر نمیگیریم، فقط صدای هم میده. حالا میرسیم بهش. تا اینجا چطور شد؟ الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. خب اگر اینجا نخوایم ما ادامه بدیم، همینجا بخوایم وایستیم، چطور میخونیم؟ میگیم الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یقیمون الصلاة. ببینید اینو ه تلفظ میشه، در هنگام وقف هم حرکتش میفته، هم این دو نقطه میفته، هر چی بالاش هست میفته، فقط صدای ه خونده میشه. و یقیمون الصلاة. در این قاعده وقف این دو تا فقط نکته مهم یادتون باشه، همیشه ساکن میشن. این تا که ساکن میشه حرکت ت هم تبدیل به ه میشه. و یک مورد دیگه هم هست، هر وقت بهش رسیدیم اشاره میکنه. خب ادامهش و آیه بعدی، خط بعدی. و این میم تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره، یک بار به هم این خونده میشه، یک بار خوش تنها. میم ما. بار دوم چرا ما میشه؟ چون بعد از فتح الف اومده، صدای آ میده. میم ما و میم و میم تشدید دار و نون تشدید دار غالبا روش غنه صورت میگیره، یعنی اینکه یک کمی روش وقف میکنیم. این قواعد تجوید است، ان سر فرصت به تفسیر بررسی میکنیم، حالا یک کمی روخانیمون را بیفته بعد. اما وقف من به خاطر اینه. و میم رزق نه رزق نه فتح بعدش الف، نه هم رزقناهم و مما رزقناهم. یه ضمه داره، نون اینجا حرکتی روش نگذاشته شیخ عثمان طه، و نون از اون حروفی نیست که یادتون باشه من گفتم حروف ناخوانا فقط 4 تاست، واو و الف و لام و یا. نون هر جا در قرآن عثمان طه شما دیدید حرکت نداشت، ساکن حسابش کنید، نون رو ساکن فرض کنید. و حالا چون اینجا اخفا میشه، یه قاعده تجویدی ما داریم، عثمان طه سعی کرده در نوشتن این مصحف قواعد تجویدی رو هم به نحوی رعایت بکنه، به همین خاطر اینجا ساکن نمیگذاره روی نونهایی که اخفا میشه روش، مثل این نونی که خط پایین داریم، باز اونجا هم همین اتفاق افتاده، اینجا هم ساکن نگذاشته اما ساکن است. نون اگه حرکت نداشت حذف نمیشه، این یادتون باشه عزیزان. نونی که حرکت نداره حذف نمیشه، خونده میشه، ساکن خونده میشه. نونی که حرکت نداره ساکن خونده میشه، الا مگر اینکه بعدش یک تشدید بیاد، بیاد که اون قاعده ادغام صورت گرفته، اون بهش میرسیم. نون از حروف 4 حرف واو و الف و لام و یا نیست، حروف والی، حروف ناخوانا از اونا نیستن. نون اگر حرکت نداشت خوانده میشه، فقط واو، الف، لام و یا خونده نمیشن اگر حرکت نداشته باشن. نون خونده میشه. بریم سراغ نون. اینجا ینفقون، البته اصل تجویدیش این است، ینفقون اخفا میشه، ینفقون. اگر بیستیم میشه چی؟ ینفقون و مما رزقناهم ینفقون. این از اینا. یه بار دیگه اینو از اول بخونیم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. این از این آیه سوم. آیه چهارم اینجا
یک فرق ابتدای آیه این قبل و آیه سوم و این داره که اونجا الذین این الف خونده میشد چون مجبور بودیم، اول حرف بود الف و فتحه دادیم به خاطر بعدش لام بود. اینجا الف چون قبلش واو اومده دیگه نیازی به خوندنش نیست، چون قبلش فتحه هست میچسبه به لام، در هنگام وصل قبل و بعد این الف خونده نمیشه و میچسبه به لام. والذین یؤمنون، همین کلمه بالاییه، یؤمنون بما این فتحه چون بعدش الف اومده میشه آ، بعد باید همین آ رو بکشیم چون مد داره. بما نگیم بیما سریع رد بشیم. بیما حالا اینکه چند بار کشیده بشه یعنی حداقلش یکی هست، 2 تا 3 تا هم میشه کشید، این چون بحث مد منفصل هست نیازی نیست که حتما الزامی نیست که در این مد حتما 3 تا کشیده بشه، ولی به خاطر اینکه در بحث مد فعلا عزیزان تا ما موضوع تجوید رو بحث رو شروع بکنیم، قواعد مد رو هم بگیم که دقیق چه موقع چند تا بکشیم و چقدر کجاها چه تفاوتایی داره، یا قاعده متوسط تحت متوسط 3 تا بکشید. این چیزی متفق علیه هست که هم مدهای منفصل و هم مدهای متصل رو در بر میگیره. عزیزانی که نمیتونن تشخیص بدن که چه موقع چقدر بکشن، اونایی که خب اهل فنن که خب دقیقاً بهتر میدونن از ما که چه موقع چقدر بکشن. و عزیزانی که هنوز با بحث مدها آشنا نیستن سعی کنید هر مدی دیدید به اندازه بستن 3 تا انگشت در حالت عادی اینطور مثلا بیما انقدر اینو بکشید، اینو دقت بکنید تا انشالله به تفصیل جزئیات رو میگیم. نمیتونیم همه رو تو یک جلسه همه قواعد تجوید رو هم مطرح بکنیم و قواعد روخانی رو هم قدم به قدم انشالله بهش میرسیم و تخصصی ترش توضیح تخصصی ترش باشه سر فرصت مناسب. برگردیم سراغ آقای والذین یؤمنون بما اینجا هم این نون رو ببینید، نون حرکت نگذاشته عثمان طاها، خدا حفظش کنه. شیخ عثمان طاها اینجا به خاطر اینکه اخفا میشه این علامت رو نگذاشته. عزیزانی که با قواعد تجوید آشنا هستن اینا مد نظرتون باشه که هر جایی که شیخ عثمان طاها روی نون ساکن نگذاشته بود اونجا اخفا میشه. زیلا بما انزل والذين يؤمنون بما انزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل اینجا ما میم کشیده میشه وما أنزل من، اینجا نون باز خونده میشه ولی اینکه روش حرکتی نگذاشته نون ساکن هست. من قبلك من قبلك و بل، این الف وسط خونده نمیشه، به فتحش میچسبه به لام. بل تا اینجا بل، این فتحه چون بعدش الف اومده، فتحه بعدش الف صدای آ میده. بل همزه با آ خونده میشه. بالآخرتی این گفتیم ته هست. این از کمی برگردیم عقب بخونیم و ما انزل من قبلك و بالآخرتی. اگر ادامه بدیم، اگه ادامه ندیم چطور خونده میشه کلمه بالآخره؟ چی میشه؟ و بالآخره اگه وقف بکنیم در هنگام وقف همین 2 نقطه تق هست میشه، هم کسره هست میشه، ساکن میشه فقط ه میمونه. بالآخره اگر وقف کنیم. خب ادامهش هم یو ضمه بعدش واو صدای او میده. یوقنون قی نشه چون بعد از کسری یا نیومده. یوقنون
و بالآخرة هم یوقنون. در هنگام وقف اگر بیستیم یوقنون نون ساکن میشه، اگر حرکت بدیم بعد فتح خونده میشه. و بالآخرة هم یوقنون. این آیه یه بار دیگه از اول بخونیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اگر اینجا ایستادیم، الان مثلا من اینجا ایستادم روی کاف، اینجا ساکن میشه دیگه. چه میشه اگر بیستیم؟ وما انزل من قبلک. دوباره برگردیم. وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون. این از آیه 4. بریم آیه آخر این صفحه. اینجا ما یک همزه داریم، این واو بعدش روش صفر اومده، واوی که روش صفر اومده خونده نمیشه. این واوی که روش صفر اومده خونده نمیشه. اگر به خاطر داشته باشید ما گفتیم که واو، الف، یا حروفی هست اگر روشون علامت صفر اومد خونده نمیشه. این ساکن نیست، دقت بکنید، این ساکن نیست. ساکن با این فرق میکنه. علامت ساکن رو ما در همین تصویر مثلا اینجا داریم، علامت ساکن رو ما اینجا داریم، علامت ساکن رو ما اینجا داریم در الی. این ساکن مثل یک دالی که دهنش یک دال کوچک است. این علامت صفر خونده نمیشه. این خودش تنها خونده میشه او نمیشه. او نگید او، چون بعد از واو بگیم ضمه اومده میشه او. نه، بعد از واو ضمه اومده او نمیشه. اون جایی که بعد از واو او می اومد بگیم بعد از بعد از ضمه، اگه بگیم نگیم بعد از ضمه واو اومده پس او میشه. این واو صفر دار، این ساکن نیست. ببینید مثلا نمونه‌ای که ما او میشد آیه قبلی، ببینید این آیه قبلی رو اینجا یوقنون چرا او میشد؟ چون بعد از واو، این واو بعد از ضمه، این واو هیچ حرکتی نداشت، ساکن بود، درسته، روش صفر قرار نداشت. اگه صفر اینجا می بود نمیشد یو، میشد یو نمیشد، میشد یو. اینجا یوقنون یا یوقنون، اینجا چون بعد از ضمه واو ساکن اومده صدای او میده، و اگر نه، اگر اینجا روش یک صفر می بود اینم خونده نمیشه. خب برگردیم سراغ اول آیه 5. او، این واو خونده نمیشه. او لا، این لام بعدش الف اومده، مدم داره، تازه هم الفه هم یک مد روشه. یعنی اینکه این الف باید کشیده بشه. در هنگام تلفظ الف باید مد کنیم. چطور میشه؟ میشه چی؟ او لا اولئک 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 علی علا، لام فتحه داره بعدش الف اومده. این یا دیگه اینجا هیچ نقشی نداره چون این الف خونده میشه. علی اولئک علی. خب بریم بعدش. هدن، اینجا هدن هست، بعد از نون ساکن میم اومده، نون تبدیل به میم شده، تشدید، میم تشدید گرفته. نون اول تبدیل به میم شده، میم تشدید گرفته. به این خاطر این قاعده ادغام اینجا صورت گرفته و در مثال بالایی هدن للمتقین هم گفتیم که هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یک از حروف یا، را، میم، لام، واو و نون که سر هم نوشته میشن یرملون بیاد، اون نون ساکن و تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعدش و حرف بعدی تشدید میکنه. خب اینجا یا خونده نمیشه، خلاصه کلام یا خونده نمیشه، هیچ حرکتی نداره. حالا اینجا میم تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره. اگر اینو هدن بخونیم، اگه بگیم هدن، حالا مثلا اون قاعده رو شما در نظر نگیر، بدون اصلا در نظر داشت اون چیزی که از قاعده یرملون گفتیم، هم قواعدی که در روخانی ما گفتیم. این میم تشدید داره، نیاز به کمک ما به حرف ما قبل، حرکت ما قبل داره. میم تشدید داره، یک بار با حرکت ما قبل بعد خونده بشه. یا که اصلا هیچ حرکتی نداره، خودش هم خونده نمیشه، یا هیچی. اینجا در دال هم ما
اگر هدن بخونیم نمیتونیم نون ساکن رو بچسبونیم. چیکار میکنیم؟ اون نون خونده نمیشه چون خود همون نون تبدیل به میم شده. هدم هدم دم هدم. دقیقا همین اتفاقی که اینجا برای این نون دال افتاده برای این نون خود نون من هم افتاده. خود این نون هم اینجا خونده نمیشه. من گفتم نون هر وقت که نون حرکت نداشت ساکن فرض کنید مگر یک مورد که بعد از نون ساکن تشدید باشه. بعد از نون ساکن که تشدید بیاد حرف بعدی که یکی از حروف ارمنون خواهد بود در هنگامی که تشدید باشه در این حالت‌ها تشدید میشه. فقط این حرف در اصل این ر اول در اصل همین نون بوده که تبدیل به ر شده چون مخرجشون نزدیک است. مخرجشون در ادا کردن نون تبدیل به ر شده. من ربهم بوده من ربهم بوده که خود همین نون تبدیل شده به ر. دیگه ما اینو نمیخونیم الان. اینجا نون در یک حالت خونده نمیشه وقتی که تبدیل میشه خودش به حرف ما بعدش. اینجا این خودش رو فدا کرده شده ر. ر با م خونده میشه. مر رب به هم. مر رب به هم باز نیاز به حرکت ر داره. رب به هم مر رب به هم مر رب به هم. چطور شد؟ اینو یه دفعه برگردیم. اولئک علی هدی من ربهم من ربهم من ربهم. اینو دقت کنید. یه بار دیگه میخونم چون کمی اینجا دال میچسبه به میم، میم میچسبه به ر، ر هم میچسبه به ب. 4 تا عملیات اینجا پشت سر هم انجام میشه. 3 تا تشدید پشت سر هم اومده و همه میچسبن. دال میچسبه به میم، مستقیم میم میچسبه به را. اینجا نه یه خونده میشه نه نون خونده میشه. هدم من ربهم هدم من ربهم اولئک علی هدی من ربهم. این علامت این سلایی که نوشته اینجا سلی یا مثل سلا، این صاد هست وسطش لام، این آخری هم یه هست. این یکی از علائم وقفه. این یکی از علائم وقفه. صادش از کلمه وصل گرفته شده. این لا از اولا گرفته شده. اولا. صاد از کلمه وصل گرفته شده و لا از کلمه اولا. این یعنی چی؟ این سلا یعنی وصل کردن اولاست. در این مکان وصل کردن اولاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر جا شما همچین علامتی دیدید که یک صاد با لام با یا بود، این یعنی در این مکان وصل کردن بهتره. شما اینجا اگر وصل کنید آیه رو بهتره. میتونید وصلش نکنید، میتونید وایستید، اشکالی نداره، اما اگر وصل کردید بهتره. این معناش اینه. هر جا سلا دیدید وصل کردن اولاست. بعضی جا به جای صاد قاف قلا نوشتن. قلا اونجا یعنی وقف کردن اولاست. سلا مخفف وصل اولاست. صادش از وصل گرفته شده، لامش هم از اولا، لیش از اولا گرفته شده، آخر اولا. و سلا یعنی اینجا وصل کردن اولاتره. قلا یعنی اینجا وقف کردن اولاتره. اینها علائم وقف. یک علامت جیم هم داریم. بعضی وقتا می‌نویسن جیم، یعنی اینجا جایزه که وقف بکنید یا وقف نکنید، اختیار دارید. اما در هر سه حالت اگر کسی وقف هم نکرد و گذر کرد هیچ اشکالی نداره. چه در سلا، چه در قلا، چه در جیم وصل کردن مشکلی ایجاد نمیکنه، مگر جایی که یک میم گذاشته که یعنی اینجا لازمه که وقف بشه. اینا رو میرسیم بهش ان شاءالله. خب بریم سراغ این مورد. اینجا هم دیدیم که این سلا رو هم که توضیح دادیم، یعنی اینکه اینجا وصل کردن اولاست. من سعی میکنم هر علامتی که روی صفحه هست مصحف اینا رو معرفی بکنم که آشنا باشید عزیزان که به چه معناست این علائم. خب دوباره ادامهش اینم مثل همین اولایکه اول خط، اینم این اولایکه آخر مثل این اولایکه اول است، فقط فرقش اینه که یک واو اضافه شده بشه. و اولئک و اولئک دیگه این واو وسط خونده نمیشه. و اولئک هو مل، اینجا هو مل، این الف خونده نمیشه. لام ساکن نیاز به حرکت ما قبل داره. میم میچسبه به این
لام میم میچسبه به این لام چطور میشه؟ همول مف فه با کمک ما قبل خونده میشه مفلحون مفلحون. اینجا صدای او میاد چون این واو دیگه روش صفر نیست، علامتش ساکنه. مفلحون در هنگام وقف میشه مفلحون. این آیه رو بار از اول بخونیم. اولئک علی هدی من ربهم. اگر وایستیم من بازم همین میشه، تلفظش فرقی نمیکنه چون آخرش خود به خود ساکن است. و اولئک هم المفلحون. دقت کنید که نون ساکن حرکت نکنه. و اولئک هم المفلحون. خب یک بار از در هنگام وصل این آیات اگر از اول اینا رو بخوایم وصل بکنیم، این که اگر اینجا در هنگام وصل اگر بخوایم آیات رو در هنگام وصل بخونیم چطور بخونیم؟ اینجوری میخونیم الف لام میم. این چون خودش ساکن آخرش همینجوری وصل و وقفش فرقی ایجاد نمیکنه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين. اگر اینو بچسبونیم به این، اگر آیه قبلی رو با آیه بعدی بچسبونیم دیگه این الف نیازی نیست بگیم الذین، چون این الف خونده نمیشه، مستقیم نون میچسبه به لام. میشه چی؟ فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. در هنگام وقف اگر وصلش کنیم هم باز دیگه تأثیری در تلفظ نداره چون این فتحه و اون فتحه خودش خونده میشه، بعد این آیه تا آخر ادامه پیدا میکنه. در هنگام وصل بقیه آیات هم زیاد تفاوت ایجاد نمیشه، فقط در هنگام وصل این دوتا آیه وصلش و وقفش یک کوچولو تفاوتی داره که در هنگام وصل بعد این نون بچسبه به این هدی للمتقین الذین میشه. اگر وصل نکنیم از ابتدای خود این آیه شروع میکنیم میشه الذین یؤمنون بالغیب. این چند آیه از صفحه اول بود، از صفحه اول سوره مبارکه بقره. اجازه بدید دو آیه دیگه هم از صفحه بعدی داشته باشیم، بعد بریم سراغ تماس شما بینندگان عزیز که صفحه سوم رو شروع کرده باشیم. حداقل دو آیه دیگه هم از این میریم ان شاءالله، باز برمیگردیم سراغ تلفن های شما. صفحه بعدی آیه ششم هست، آیه ششم سوره مبارکه بقره. اینجا نون تشدید داره، به همراه ما قبل خونده میشه ان. تا اینجا این الف خونده نمیشه، لام میچسبه به ما قبل. ان الذین کفروا. این الف چون صفر داره خونده نمیشه، مثل اون واوی که در اولئک صفر داشت خونده نمیشد. این الف صفر داره خونده نمیشه، چی میشه؟ ان الذین کفروا. به خاطر اینکه ضمه بعدش واو اومد. خب و فتحه بعدش الف اومده، اونم الفی که مد داره، یعنی باید بکشیم الف رو. اون این تنوین اون هست، ببینید به این شکل نوشته میشه، به این شکل نوشته میشه، به دو شکل نوشته میشه. یکی عثمان طاها تنوین اون رو به این شکل نوشته و دو خط پایینتر هم اگر ببینیم، دو خط پایینتر هم، این خط پایینتر غشاوتون، اینجا در این دوتا ببینید اینجا هم به این دو شکل می نویسه عثمان طاها تنوین اون رو، این دوتا ضمه پشت سر هم، یا اینطور به این شکل. عزیزانی که تجوید رو، قواعد تجوید رو میدونن دقت کنید که عثمان طاها هر جا که اظهار میشه، قاعده اظهار صورت بگیره، به این شکل می نویسه تنوین ها رو، یعنی یکی از تنوین رو کلا میچرخونه روی اون. اما اگر اظهار نباشه در غیر از اظهار به شکل پایین می نویسه، به این شکل که پایین دیدید در غشاوتون به این شکل می نویسه. این از ظرافت‌های کار شیخ عثمان طاها است که در کتابت این مصحف دقت کرده و به همین خاطر ویژگی‌های این مصحف هست که میشه گفت به یقین میتونیم بگیم که نسخه بین‌المللی جهان اسلام شده در مصحف.
در خب اینجا الان چطور میشه؟ ان الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم. خط بعدی لام فتح بعدش الف اومده میشه لا یو واو خونده نمیشه، همزه خونده میشه ساکن به همراه ما قبلش. می نه نو ضمه بعدش واو اومده میشه او یؤمنون. اگر وقف کنیم، اگر بس کنیم که فتح خونده میشه. خب یه بار دیگه این آیه رو بخونیم. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اگه بس کردیم نؤمنون نمیشه. بریم آیه بعدی. خاتمه این الف لفظ جلاله خونده نمیشه، این لام هم حرکتی نداره خونده نمیشه، این لام لفظ جلاله میم میچسبه به این لام. خب این فتحه هم اینجا ما گفتیم که این فتحه اینجا الف خونده میشه، آ خونده میشه، اما الف نمی‌نویسن. بسیاری از کاتبین لفظ جلاله الله رو اینجا الف تلفظ میشه، اما الف نمی‌نویسن تا مشابهت نشه با لفظ کلمه لات در هنگام وقف. لات در هنگام وقف ظاهرا اگر با لات می نوشتن لا ت هم انگار که یک شباهت های ظاهری پیدا میکنه. بخاطر این خطات ها این را با خاطر حساسیت روی بحث کلمات توحیدی و لفظ جلاله این رو فتحه میگذارن، اما الف تلفظ میشه. خط الله ما همیشه الله نمیگیم الله. خب ختم الله. و اگه به خاطر داشته باشید من گفتم لفظ جلاله الله هم در برنامه گذشته عرض کردم خدمتتون، لفظ جلاله الله هر وقت ما قبلش فتحه داشته باشه یا ضمه پر خونده میشه، این دهان به سمت بالا باز میشه. ختم الله نمیم ختم الله. ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. خب اینجا علاوه بر این الفی که در این علای اینجا داشت یک مد هم داره، یعنی باید کشیده بشه. خب وعلى ابصارهم صاد بعدش الف اومده صدای صا میده، فتحه بعدش الف اومده. ابصارهم وعلى ابصارهم غشا. اینجا هم مثل ابصا اینجا هم شا میشه، فتحه بعدش الف اومده. غشاوتن. خب دوباره برگردیم از اول آیه بخونیم. علائم وقفم که گفتیم دیگه، این سالا رو که میدونید که اینجا یعنی وصل کردن بهتر است، اینجا هم باز همین مورد رو داشتیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. در هنگام وصل اینطور میشه. اما اگه اینجا بخوایم وایستیم روی این تای تانیث، این هی که 2 نقطه داره، دقیقاً مثل قبل، مثل کلمه صالح و بالآخره مثلا، این اگر وصل کردیم همین 2 نقطهش میفته هم حرکتش. این هی که 2 تا خونده میشه در هنگام وقف همه چیزش میفته، فقط هی میفته. این چی میشه؟
اینجا میشه اگر وقف کنیم میشه وعلى ابصارهم غشاوة و فقط این ه خونده میشه، نه این دو نقطه خونده میشه و نه این تنوین، اینها حذف میشه اگر وقف کنیم. اگر وقف کنیم میشه وعلى ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم ولهم عذاب عظیم. اینجا هم اگر وقف بکنیم باز تنوین خونده نمیشه، میشه عظیم. اگر وصلش کنیم عظیمون میشه، اگر وصلش کنیم که باز اون تنوین عظیمون با باب ادغام میشه که قاعده ادغام صورت میکنه. خب این آیه یه بار دیگه از اول میخونیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. این هم از این دو آیه. به همین قدر فعلا اکتفا میکنیم در این برنامه. تا 7 آیه پیش اومدیم. سرعتمون در برنامه بعد بیشتر از این خواهد بود. ما سرعتمون دیگه بیشتر و بیشتر میشه، چون کلماتی رو که یک دفعه باشه اشاره کردیم دیگه اشاره نمیکنیم، فقط میریم کلمات مشکل رو فقط میریم از این به بعد، مثل اولئک و ذالک و یؤمنون و این مثال هایی که اینجا اومد دیگه، ولهم و عذاب عظیم و علا، اینا رو دیگه تکرار نمیکنیم دیگه، همینجوری مستقیم میریم.